خب بریم ببینیم که دوست پسرم توی نصف روز چقدر برای من خرج میکنه. خب اول 2 تا آب معدنی خرید که جمعشون شد 10,000 تومن. بعدش رفتیم و برای من سیب زمینی سفارش داد که جمع کلشون شد 300,000 تومن. بعدش منو برد کافه و 2 تا شیک شکلات سفارش دادیم که جمعشون شد 200,000 تومن. و بعدش هم نهار منو برد رستوران که جمع غذامون همه با هم دیگه شد 800,000 تومن. بعدش هم شام یه پیش غذا سیب زمینی برام سفارش داد و یه دونه سوخاری که جمعش کلا شد 400,000 تومن که جمع کلش با هم دیگه شد 1,700. حالا شما بگین که دوست پسراتون تو روز چقدر براتون خرج میکنن؟ مگه تو قرص اشتهاور خوردی این همه غذا میخوری؟ والا منی که باشگاه میرم در روز این همه غذا رو نمیخورم. بعد یه پسر چقدر میتونه درآمد داشته باشه که اینقدر خرج کنه؟ فکر کنم بیشتر بابات تا دوست پسرت. یعنی واقعا بابای آدمم این همه برای آدم خرج نمیکنه که این دوست پسرت بر تو میکنه، اونم تو یه روز.